وخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه چند جمله راجع به ایامی که درش هستیم گفتگو کنیم. یکی از مأموریت‌های حضرت موسی، خداوند بهش می‌فرماد که مردم را متذکر ایام الله کن. می‌فرماند که حضرت موسی فرستادیم 2 کار بکنه. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. بعد و ذکرهم به ایام الله. موسی را با نشانه های روشنی که داشتیم فرستادیم که چه کار کن؟ که قومت را از جهل و غفلت و خباثت و امور منفی و ظلمانی به سوی علم و معرفت و محبت و عطوفت و خیرخواهی و نصح و امور نورانی خارج کن. بعد و ذکرهم به ایام الله. ذکرهم به ایام الله یعنی چی؟ گفته یعنی چی؟ مگر بعضی از روزا روز خداست؟ همه روزا روز خداست. ماه رجب شعبان رمضان گرچه همه ایام یوم الله، مثل همه مکان ها، زمین خداست دیگه، نه؟ مریخ هم مریخ خداست، زمین خداست بازم. ولی زمین قابلیتی داشت که مریخ نداشت. صرفاً هم این قابلیت فیزیکی و نمیدونم تنظیم درجه حرارت و امکان رویش و اینا نیست. اونا اتفاقاً تجلی یک قابلیت برتریه که وقتی که میخواد تو نظام ماده اون قابلیت تجلی کنه به صورت این امکان در میاد. باز تو زمین همه جاش مال خداست، الا اینکه بعضی از مکانها نسبت خاص به خداوند داره. یعنی چی؟ یعنی در اون مکان تجلی بیشتری از خداوند در جریانه. انرژی بیشتری به سمت سوق دادن به سمت معنویت، ملکوت، خدا در اونجا متمرکزه. انرژی کلمه خوبی نیست، برای که چیز بشه، تقریب به ذهن بشه، وگرنه انرژی مال این دنیاست. عین همین معنا زمان ها هم همینطوریه. همه زمان ها زمان خداست، الا اینکه در بعضی از زمان ها به خاطر ویژگی هایی که وجود داشته خداوند بیشتر قابلیت اتصال افراد برای رسیدن به خداوند بیشتر، تجلی خدا بیشتر. درست شد؟ بذار مثال بزنم. ببین شما بازدید از موزه فرش آستان قدس، همه اون فرشا جالبن دیگه، همین فرشا هم که الان روش نشستین جالبه دیگه، نه؟ ولی بعضی از فرشا آدم میبینه یه دفعه متوجه میشه عجب قالیبافی بوده، نه؟ الان شما چند بار تا حالا آمدین تو مسجد؟ تا حالا گفتین عجب قالیبافی اینا رو بافته؟ گفتین؟ ولی میبینید مثلا اون فرش 7 شهر عشق رو که تا میبینین میگین عجب. درسته؟ این چنین ایامیه. رسول اکرم فرمودن ان لربکم
فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. نسیم‌های حیات بخش، جان افزا برای خدای شما، پروردگار شما، در ایام دهر شما میوزد. نسیم‌های خدایی و زنده کننده، احیا کننده. الا فتعرضوا لها. حواستون باشه ها، خودتون رو در معرض این نسیم قرار بدید. ولا تعرضوا عنها. ازش روی نگردانید. اون نسیم ها چیه؟ خیلی چیزاست. شب‌های قدر، مثلا توفیق شده رفتیم کربلاست، چه میدونم، همه اینا نسیمه. نسیم هایی که وقتی به صورت آدم میخوره اون فضای تراوت معنوی براش احیا میشه. خود هم ازدواج شما یکی از نسیم های رحمانی خداست، رحیمیه خداست در حقیقت. قدرشو باید این نسیم ها را دانست و خودش آدم در مسیرش قرار داد. از بالاترین اینها همین ایامیه که خداوند قرار داده برای 1 سال شما انرژی بگیرید. 1 سال انرژی معنویتون رو از اینجا تأمین کنید. فهمیدی؟ سال یک کسی که میخواد زندگی درستی داشته باشه حساب و کتاب داره. بعد تو این 3 ماه رجب و شعبان و رمضان یک آثار ویژه است، خصوصا باز تو ماه رجب. ماه رمضان ماه میهمانی عمومی خداست، همه رو دعوت کرده. مثلا کسی هم که ضعیف الایمانه بالاخره روزه میگیره، ولی ماه رجب ماه میهمانی خصوصی خداست. هر کی میخواد خصوصی دعوتش کنن این ماه رو از دست نده. هر دوتای ماه خداست ها، شهر الله هست. هم رمضان فهمدن شهر الله، هم رجب. منتها راجع به رجب چی فهمدن؟ گفتین شهر الله العصب. عصب یعنی چی؟ صب یعنی ریخت. صب الماء یعنی آب ریخت. عصب چه کلمه ایه؟ یعنی چی حالا؟ افعل دیگه، افعل تفصیله. مثل عالم یعنی چی؟ دانا. اعلم یعنی چی؟ داناترین. این اسبب بوده که ادغام شده. عصب افعل تفصیله، یعنی ماهی از ماه‌های خدا که ریزش رحمت درش بیشتره. منتها عرض کردم دیگه قابلیت میخواد. یه جایی یه کسی خیلی مشکلات ایجاد کرده بود. مثلا آبروی یکی رو برده. حالا این مثلا شما اینجوری حساب کنید، دزدی کرده بود، چه کار کرده بود، شهر رو به هم ریخته بود. بعد گفتن که بردنش دادگاه. گفتن برو حمام دوش بگیر بیا. رفت دوش گرفت. گفتن حالا به خاطر که تمیز شدی میبخشیمت. کدوم دادگاه رو سراغ دارین اینجوری باشه؟ مثلا مجرم متهم به، یعنی محکوم به اعدام رو بگن برو 3 تا دوش بگیر بعد هم به سلامت خوش آمد.
شب اول ماه، شب وسط ماه و شب آخر این ماه اگر کسی غسل کنه در روایت داره که خرج من الذنوب که یوم ولدته امه. جالبه، خیلی جالبه. دیدی؟ اصلا رحمت خدا دیوانه کننده است. چجوری میخواد چیکار کنه دیگه؟ بدون کسی که میره جهنم واقعا آدم استثنایی ها. اونایی که میرن جهنم مثل کسی میمونه که جلوی دروازه، اینجا مثلا دروازه باشه به همین گشادی از اونجا تا اینجا، بعد توپ بزنه اونور تو افت. اینجوری به اندک بهانه‌ای میخواد رحمت بده. اونم چه رحمتی؟ نه یه قرون دوزار، خروار خروار. خب فهمیدیم آقا جون؟ حالا باید چیکار کنیم؟ یکی از اسامی روز قیامت چیه؟ روز حسرت. چقدر حسرت میخورن مؤمنین ها، کفار که جای خودش، که چه چیزای مفتی را از دست دادن و این کار خیلی سبک چه آثاری داشت. آخه ما تو این دنیا همش بدبستونامون بدبستونای ناراحت کننده است. 8 ساعت کار کن 10,000 تومان بگیر، 50,000 تومان بگیر، مثلا 30,000 تومان بگیر. جایی دارین که مثلا 5 دقیقه کار کنه 100 میلیون بگیره؟ اینجوریه. بعد حسرت میخوره دیگه آدم. نه وقتی کار شاقه، بعدم معامله پایا پایه، معادل کارشه دیگه، حق و زحمه است. چی میگن؟ اجرت المثل است. اجرت المثل یعنی اجرتی که اجری که مثل همین کارشه. این کار اینقدر میارزه. متوجه شدین آقا جان؟ اغتنموا الفرص فانها تمر مر السحاب. فرصت ها رو خوب اصلا دو دستی بگیرید، از دستتون نره. مثل ابر که چجوری ابر میره و دیگه بر نمیگرده، میره دیگه از دستتون میره ها. این فرصت ها چیه؟ عمر، سلامتی، فراغت، جوانی، نشاط. در همین فرصت کوتاه باید بار خودمون را ببندیم. هر کسی که وقتهایی که یاد خدا هست رو باید غلبه بده بر وقتهای غفلتش. هر کسی که میخواد رشد کنه. آدم موفق کسیه که وقتهای ذکرش، یعنی وقتهای متذکر بودنش، بیش از وقتهای غفلتش، وگرنه سرمایه باخته است. قیامت همه حسرت میکنن، مؤمن، کافر، خوب، عالی، متوسط، همه. داستانشو تعریف کردم یه بار دیگه هم بگم، بد نیست. اون فردی که داشت با سپاهیانش از تو یک ریگزاری، شنزاری میگذشت و شب تاری هم بود، هیچ کس هیچ چیزی رو نمیدید. بعد اون فرمانده به سپاهیانش گفتش که ببینید هر کی از این شنا برداره، فردا که به
روشنایی رسیدیم پشیمان میشیم. هر کی هم بر نداره پشیمان میشه. بعضی که بر نداشتن، بعضی مثلا یه دونه برداشتن، اینا چیه مثلا، بعضی یه مش برداشتن، بعضی چه میدونم کولشون رو پر کرد. فردا که فرسنگ ها دور شده بودن و دیگه راه برگشت نداشتن و خورشید دمید، دیدن که اینا همه الماس و جواهرات بوده. اون که بر نداشته بود پشت دستش وای چرا اون که یه دونه برداشته بود، اون که یه مش برداشته بود همین، اون که یک کولش رو پر کرده بود هم. و انذرهم یوم الحسره، همه حسرت میکنیم، مفرخته ها. حالا اون حکایت شب تار و روز روشن و ریگ و الماس و اینا و اون فرمانده و سپاهیان و اینا حکایت من و شما و دنیا و اجور و قیامت و انبیاست با یه تفاوت. من گفتین چه تفاوتی؟ با این تفاوت که اون پیغمبر برای ما معما نمیگه که هر کی از این شنا برداره چیه، کاملا روشن کرده. گفته بابا جون اینا الماسه، این کارو بکن، این مقدار الماس. انبیا اون فرماندهن، ما که نمیبینیم که، کوریم، فکر میکنیم این پولو که دادیم از جیبمون رفت. این خوبی رو کردیم وقتمون تلف شد، این آمد چقدر وقت منو گرفت. دقیق فهمیدین؟ حضرت امیر وقتشون مهمتر بود یا ما؟ میتونستن این نون و خرمه هایی که شب میبردن دم خونه اون کوره و اون زنه و اون بیوهه و اون چیه علیله، بگن سلمان ابوذر بابا جون بیاین اینا ببرین اونجا، آدرس ها رو میدم برین پخش کنین. نمیتونه. کسی که 1 ثانیه از عمرش برابری میکنه با تمام عمر همه خلائق، بلکه برتر از 1 ثانیهش. خب شب تاره برای ما دنیا و فردا قیامت روز است. قیامت رو دیدین خدا با چه تعبیری ذکر میکنه؟ یوم، در حالی که روز و شب نیستش، که اونجا زمین و خورشیدی دیگه نیست در قیامت. و جمع الشمس و القمر، زمینی نیست که دور خودش بچرخه که حالا روش به خورشید باشه که بشه یوم، یا پشتش به خورشید باشه بشه لیل و شب. این یوم یک معنایی داره که حالا فعلا کار نداریم. یکی از اون تعابیرش همینه که روز بروز حقایق است. روز روشن میکنه دیگه همه چیز رو، اون وقت همه چی روشن میشه. حالا میفهمیم که این چی بود، اون یکی چی بود. اینه که فرمود که ما اینجا نمیبینیم، شب فردا روشن میشه، ولی پیامبر برای ما نقد معامله کرده. گفته من که میبینم بهتون میگم دیگه بابا جون. غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشم بپوش از حرام، ملکوت ببین. دع نفسک تعال، یه پا رو خودت بذار بیا بالا. نمیدونم اونجایی که به نامحرم رسیدی اگر این کار را بکنی حلاوتی از ایمان میابی که اصلا همونجا هم میچشه خوده. این کار اینجوری، این کار اینجوری، دست رو سر یتیم کشیدی، این ریز به ریز، مو به مو، تمام بعدم ریخته جلوی پامون ها. نه همینجا مثلا سوار اتوبوسیم داریم میریم توی
در ورودی دانشگاه. میتونیم آدامس بجویم، خوبه دیگه، وقت میگذره. میتونیم بگیم مثلا لا اله الا الله. دین چه مفت؟ هزینه داشت؟ سخت بود؟ چقدر کریمه این دین، چقدر خدا رؤوفه. اصلا دین به این بزرگواری بی‌نظیره ها. اینا ببینید احکام خیلی جالبه، منتها باید چکار کنه؟ باید زاویه دیدش بفهمه آدم. تو کدوم دین اینا ریخته اینجوری؟ خیلی جالبه ها. میگه بابا جون شما ازدواج کردین، لذتشو بردین، همین باعث آمرزش گناهان شما میشه. در تمامی حضرت امیر فرمودن فإن كل امرئ علی ما قدم قادم. فإن پس قطعا کل امرئ هر کسی اینطور بی استثناء علی ما قدم بر آن چیزی که تقدیم کرده، پیش فرستاده. قادم یعنی چی؟ وارد میشه، قدم میگذاره به اونجا. اگر مار و عقرب پیش فرستاده، میفته تو دهن مار و عقرباش. آن سخنهای چون نیش و چون مار و کجدمت، مار و کجدم گردد و گیرد دمت. دم آدم هم میگیره. میدونین چرا؟ چون که همش مثل مار و عقرب نیش میزده دیگه، حیوان محشور میشه دیگه، دم و اینا داره. اگه هم باغ و ریحان فرستاد، وارد باغ و ریحانتون میشین انشالله. فإن كل امرئ علی ما قدم قادم و علی ما خلف نادم. هرچی هم که پیش نفرستاد، به میزان کارهای نکرده حسرت میخوره. خب حالا چیکار میخواین بکنین تو این ماها؟ استراحت کنین دیگه. آره کار باید کرد. این کتاب المراقبات مال میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه. این استاد ما میفرمودن کتابی نیستش که آدم یک بار بخونه بذاره کنار، کتابی که باید دائم آدم بخونش. المراقبات یعنی مراقبت ها. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. این کتاب مثل مفاتیحه. مفاتیح 3 بخش داره دیگه. بخش اول مفاتیح که باز میکنین چیه؟ ادعیه و دعاها و نمازها و اینجور چیزاست دیگه. نه دعای روز شنبه و یک شنبه، اعمال شب جمعه و بعدم دعای کمیل و چی. این بخش اول. بخش دوم مفاتیح چیه؟ گفتیم اعمال سنه، ماه‌های سال هر کدومشون چه اعمالی داره که از چه ماهی شروع میشه؟ از رجب. آفرین. از رجب هم شروع میشه که در شب اول رجب چه کار کنین، شب دوم چی، همین تا آخر. بخش سومش زیارت هاست. درست شد؟ این مراقبات مثل بخش دومه، یعنی اعمال السنه است. یعنی کارهایی که در سال یه فردی که میخواد سالش فقط به خور و خواب و خشم و شهوت نگذره باید انجام بده. یه کسی که احساس میکنه نفسی داره و روح مجردی داره، برای روحش باید چه کار کنه؟ برای جسمش که خیلی کارا کرد، لباس و اتو و کفش و
واکس کفش و بند کفش و همش اینا بود دیگه. فهمیدین؟ بعد حالا برای نفسم باید چه کار کنم؟ کسی که دنبال این میگرده که نفس خودش رو یک مقداری در طول سال عادت بده به درستی، این کارها را میکند که باید بکنه. خیلی خوب. این اعمال السنه پس چی شد؟ المراقبات مثل مفاتیحه. منتها نویسنده این کتاب، گرچه نویسنده مفاتیح هم بسیار انسان بزرگوار، خیلی جناب محدث قمی انسان مخلص با تقوا، یه فرد ویژه بوده، ولی خب باز میرزا جوادهای ملکی در درجات کمالی خاصی بودن. اینا رو آدم بخونه، داشته باشه. تو ماه رجب چه کارا بکنم؟ در فهمیدی؟ اونایی که میدونستن شب اول غسل کنن، خب غسل کردن. اونایی که نمیدونستن چی شد؟ از دستشون در رفت. حالا ممکنه هم از دست در نره. چه کار کنیم؟ امشب غسل کنیم، قضای اون غسل رو به جا بیاریم. ولی اونایی که سر وقت میرسن، خب بالاخره بهرهشون چیه؟ بیشتر. آدم باید قبل از این که پشت ماشین بشینه قواعد راهنمایی رانندگی رو بدونه دیگه، نه؟ قبل از این که زمان برسه باید آدم بدونه چه کار کنه. یه بار توی استخری بودیم، یه بنده خدایی همجور داشت شنا میکرد و کیف میکرد و اینا. بعد گفت حاجی آقا سوال دارم. بعد گفتم بگو. سوالش راجع روزه بود. بعد گفتم شما روزه بودی امروز؟ گفت آره. این سرش دائم میگه زیر آب دیگه. خب نمیدونست. گفت پس همه چیش رفت رو هوا. گفتم بالاخره جهل به حکم، میدونی غیر از جهل به موضوعه، غیر از نسیانه. یه وقتی مثلا شما روزه گرفتین، بعد یادتون میره میایین خونه مثلا یه هندونه خنک میخورین، نوش جان میکنین، بعدم یه غذای مثلا عالی که دوست دارین میخورین، بعدم هر چی دیگه دلتون میخواد میخورین و بعدم استخر میرین و میایین خونه مثلا نزدیکای غروب میگین من یادم رفته بود روزم. روزتون چی الان؟ درست، چون فراموش کرد. ولی یه وقتی نه، شما نمیدونستین سر زیر آب کردن چیه؟ روزه رو باطل میکنه. این وقتی که سر زیر آب کنین دیگه روزه درست نیست، باید قضا کنین اون روزه رو. دقیقا فهمیدین؟ اینو برای چی گفتم؟ برای این که آدم باید علم به حکم داشته باشه قبل از موعدش دیگه. وقتی که کسی وسط ماه مبارک بخواد تازه مبتلات روزه رو بدونه، بعد یه دفعه میبینه 15 روز روزاش باید دوباره قضا بگیره. این قاعده تمام موضوعات ظاهرا اینطوره. ظاهرا اینطوره تا که یادمه. نه اتفاقا خیلی کار ساده است. نه به اندازه احکام آدم باید بدونه دیگه. شما الان میخواین اینو باز کنین، باید بدونین چجوری باز میشه. یک راه باز کردن اینه، گفتین چیه؟ یه چکش بیاریم تق بزنیم روش باز میشه. آدم که میخواد باز کنه باید بدونه چجوری باز میشه دیگه. نه میتونین هم یه پیشگوشتی اینجا بزنین، اینجوری اینقدر فشار بدین تا اینجوری باز بشه. میتونین هم یک پیشگوشتی مخصوصشو بیارین این پیچاشو باز کنین. خب عقل میگه وقتی میخواد آدم اینو باز کنه بدونه این چجوری باز میشه دیگه، تا خرابش نکنه. خیلی وقتا هم بحث موردیه. این اگر کسی موردی تو اینجور مسائل و قضایا داره باید با مرجع خودش چیکار کنه؟ بره حل و فصل کنه، تکلیفشو مشخص کنه. خیلی خوب. پس زحمت کشیدین، این کتاب رو تهیه میکنین. اگر نتونستین تهیه کنین، مفاتیحی که تو خونتون هست، اعمال ماه رجب، شعبان، رمضان رو آدم بخونه تا اونجایی که میتونه انجام بده. مثلا حضرت فرمودن تو این ماه 10,000 تا سوره توحید بخونید. 10,000 تا میشه روزی چند تا؟ روزی 330 تا، 340 تا مثلا.
درسته؟ بعد فهمیدن خب اگه نتونستین 1000 تا توحید بخونین در طول این ماه، یعنی روزی 30 تا، بعد هر نماز 6 تا توحید بخونین شده 1000 تا. درسته؟ بعد فهمیدن اگه نتونستین 100 تا توحید بخونین، یعنی روزی 3 تا. حتی سعی بشه که 1000 تا رو بخونن. چیزای دیگه ای هم داره دیگه که بعد اونجا انشالله انجام میدیم. این نفس را باید آدم به اندازه‌ای که توان داره ازش کار بکشه. به اندازه چی؟ توان، نه بیش از حد توان. یه بار دیگه هم اینو گفتم، یکی از شرایط این که آدم کار درستی انجام بده اینه که اون کار وظیفه اون فرد باشد. الان میگن مثلا فرض کنید که این ماشین امام زمان توشن، خاموش کرده، هلش بدین. بعد منم کمر دردم، میگم باشه به عشق امام زمان هل میدم، از اونجا هم میبرنم بیمارستان، دیسک کمر یه ماه بیفتم، بعدم فیزیوتراپی و بیچارگی. بعد میگم وای امام زمان چرا این کارو با من کردی؟ میگه اصلا کی گفت تو هل بدی؟ درست فهمیدین؟ از شرایط صحت کار اینه که وظیفه اون فرد باشه. تعیین وظیفه هم یکی از عواملش چیه؟ شرایط عام تکلیف. شرایط عام تکلیف چی بود؟ عقل و بلوغ و دیگه چی؟ قدرت. یعنی کسی که قدرت کاری رو نداره و انجام میده اصلا هنر نکرده. نفهمیدین؟ کسی که آسیب میزنه روزه بگیره بعد مریض میشه، این گناه مرتکب شده، ثواب نبرده که. کی گفت بکنه این کارو؟ بعدم زبونش سر خدا و پیغمبر و همه درازه که من برای شما این کارا رو کردم، پس چرا همین الان جبرئیل نمیاد منو ترخوش کنه؟ خب به اندازه توان، به اندازه قدرت، وگرنه نفس ممکنه چیکار بکنه؟ پس بزنه. توانتون از کجا تشخیص بدین؟ از کجا؟ تو مستحبات توان بر اساس شوق و رغبت تعریف میشه. یعنی به میزان شوق و رغبتتون کار رو انجام بدین. هر وقت دیدین دارین به زور میگین واو چند تا امام دیگه مونده تو این توسل، او هنوز 6 تا دیگه مونده، همونجا ولش کنین. دقیق فهمیدین؟ هر وقت دیدین دارین ورق میزنین ببینین چند صفحه از دعای کمیل مونده، 2-3 خط با حال بخونین ببندین. خب تو تمام اعمال مستحبی این هست. ببینید 2 تا حیوان دارین، 2 تا الاغ. خب یکیش چموشه، 1 کیلو بارم روش بندازین اینجوری میکنه بندازه پایین خربزه رو بشکنه. یکیش نه، داره کمرش میشکنه. این 2 تا با هم فرقشون چیه؟ اون چموشه رو یکی هم میزنن تو سرش، 20 تا هندونه هم روش بار میکنن. اون یکی که داره کمرش میشکنه از رو کمرش هندونه ها رو چیکار میکنن؟ بر میدارن. روشن شد تفاوتش چجوریه؟ ببینید وقتی که آدم شوق و رغبت بیشتری داره بیشتر انجام میده. منتها یعنی کسی که 1 لیوان آب اشتها داره 2 لیوان نباید بخوره دیگه. کسی که میتونه این میز رو برداره 2 تا میز بذارن رو دوشش آسیب میخوره. مازاد بر شوق و رغبت اثر نامطلوب داره مگر در یک فرض، و اون فرضش چیه؟ اینی که اصلا کلا نفسش سرکشه، نمیخواد هیچ کاری انجام بده، دلش میخواد راحت باشه. این نفس سرکش باری روش تحمیل نشده، نمیخواد بار ببره، اینو باید بهش تحمیل کرد. این فرق داره با اینکه نفس سرکش نیست ولی الان به جهت اصلا خسته شده دیگه. نفهمیدین؟ یعنی دوست داره دعا رو بخونه به جهتی که از صبح کار کرده، نمیدونم چی شده، اعصابش کجاش، به هر علتی. نفسی که غیر سرکشه بار زیاد نباید بهش تحمیل بشه که این خرد میشه.
نه ببینید اصل بر چیه؟ این گفتم اگه دیگه واقعا توان نداره داره کمرش میشکنه، وگرنه اصل بر این است که این دعا رو همه رو با هم بخوره. این میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این که مثلا یه غذایی مثل فسنجون رو 4 بخش بکنین، بعد گردوهاشو امروز بخورین، گوشتشو فردا بخورین، روغنش هم پس فردا بخورین. خوب نیست این کار. البته اگر آدم واقعا نمیتواند تحمیل بر نفسش میشه پس میزنه، اشکالی نداره، ولی اصل اینه که شرایط را مهیا. ببینین یه بار دیگه مثال زدم، اتفاقا امروز صحبتش بود، یه کسی امروز به این حرفا گذشت اشکال نداره، یه کسی در اواخر ماه رجب آمد خدمت رسول اکرم یا یکی از ائمه، بعد صحبت از روزه شد، گفت ما که توفیق نداشتیم امسال روزه بگیریم ماه رجب. حضرت فرمودن اگر میدانستی که چقدر ثواب از تو فوت شده که حد و حساب نداره، چقدر عامل رشد رو از دست داد. بعد مستحب به آدم روزه بگیره تو این ماه هرچه بیشتر، نتونست 1 روز تا جایی که میتونه. بعد یک صحبتی یکی از آقایون کرد، گفتش که مثلا ما میریم روزه گرفتیم، بعد مستحب هم هست که روزه مستحبی رو کسی تا تعارف کرد چیکار کنه آدم؟ باز کنه. بعدم خیلی چقدر چنین و چنان ثواب داره، 70 برابر ثوابش میشه. بعد من گفتم درسته اینطوریه، چون آخه یکی روزه میگرفت میگفت یکی نیست ما رو مثلا یه چیزی تعارف کنه که ثواب هر دو تا رو ببریم زمین، شکمون هم شاد بشه. بعد کسی که مؤمنه واقعا اگر که تعارفش کنن باز میکنه روزشو، اما با چه حالی باز میکنه؟ نه اینکه آخ جون چه خوب شد تعارف کردن. مثل فرض کنین شما میخواستین یک جایی برین، خیلی کشش داشتین برین اونجا، چه میدونم هر جایی، خواستین من اردو، بعد مثلا مادرتون میگه وایسا خونه رو جمع جور کن، ظرفا رو بشور، یه هفته از ظرفا مونده تا شب کار داری. وای میستین، ولی با دل خون دیگه وای میسته آدم، نه دوستاش در میان اردو کیف کنن، این بعد بشین تو خونه تا شب کار کنه. کسی که روزشو باز میکنه و مؤمنه با این حال باز میکنه. این اولا. ثانیا نگفتن که تو خیابونم یکی رد شده شکلات داد همونجا بذار تو دهنت، که این حکم مال کجاست؟ برای اینکه اصل در مستحبات بر چیه؟ اخفاته، پنهان کردن. یعنی آدم کار مستحبیشو نباید تو ویترین بذاره همه جا جار بزنه، خصوصا در روزه. روزه میدونین اصلا عبادت اخلاصه دیگه. یعنی چی؟ همه کارهای دیگه، همه عبادات دیگه کردنیه، نماز انجام دادنیه، حج انجام دادن، روزه نکردنیه. بنابراین به چشم نمیاد تا شما خودتون بگین، تا نگفته باشین روزه هم که کسی متوجه نمیشه که. به همین خاطر گفتن عبادت اخلاص هست. یعنی کسی اصلا نمیبینه که بعد بخواد شائبه ریا درش بیاد، مگه خودش بگه وای امروز چقدر گرمه، خدا توفیق داد روزه گرفتیم در هوای. مثل ذکر لا اله الا الله. ذکر لا اله الا الله چجوریه؟ ببینید صلوات چجوریه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. هم لب تکان میخوره هم صوت داره. ولی لا اله الا الله چی؟ الان من میگم، شنیدین؟ لبام هم تکون نخورد. دیدین؟ چقدر ذکر جالبیه؟ ذکرش گفتنش هم با اخلاص. یعنی میتونید شما 1000 تا لا اله الا الله بگین، کسی که کنارتون نشسته است متوجه هم نشه. بعد کسی که روزه میگیره
میتونه باز نکنه. اون حکم برای اینه که کسی اگر آدم رو مثلا دعوت کرد مثلا ناراحت نشه یا مثلا چی نشه، متوجه نشه که این روز است دیگه، نه که اخلاصش بمانه. خب اینو چجوری میشه آدم حفظ کنه؟ شما میرین مغازه دار میگه این جنس اینقدره، میگین آقا چه خبره گرونه. مغازه دار چی میگه؟ میگه هری خوش اومدی برو پیکارت. 100 تا زبان بلده که چیکار کنه؟ تخفیفم نده، شما رو هم قانع کنه که اون رو بخرین. اگه گفتین چرا؟ چون فکر کرده، چون براش مهم بوده که هم جنس رو بفروشه هم سود بیشتری ببرد. شما چند تا زبان بلدین که اگه یکی تعارف روزتون کرد هم متوجه نشه هم ناراحت نشه؟ اگه گفتین چند تا؟ یکی بخوریم. نفهمیدین؟ کسی که یه چیزی براش مهمه فکر میکنه راجبش. این ماه ها رو 1 سال باید ازش استفاده کنیم. یه بارم راجب شب قدر مثل که صحبت کردم، یک اشاره بکنم و تمام. ببینید شب قدر اینطوری نیستش که ثانیه هاش با شبای دیگه فرق داشته باشه، ظاهرش یه اتفاقات خاصی بیفته. شب قدر با باطنش با شبهای دیگه فرق داره، درسته؟ برای درک شب قدرم باید درک باطنی آدم داشته باشه، درسته؟ گفتم یه بار درک شب قدر یعنی چی؟ یعنی چی رو درک کنه؟ چی کار کنه؟ سوالش پرسیدم؟ آره. جوابش نمیدم الان، ولی راهش رو بهتون میگم. این که درک شب قدر چیه بعد انشالله خودتون درک میکنین، بعد میان توضیح میدین اینجا. برای درک شب قدر که یک درک باطنیه، انسان باید به باطن برسه. بیشترین کسی که شب قدر رو درک میکنه کیه؟ امام زمان، که اصلا شب قدر در مجرای نفس این بزرگوار جریان پیدا میکنه و هر کس به میزانی که از ملکوت بهره‌مند بشه از درک شب قدر بهره‌مند شده. چون شب قدر رو خدا توضیح داده، در این شب ملائک نازل میشن، امور تقدیر میشه، یعنی امور باطنی محقق میشه. خب بعد دقت فرمودین، بعد کسی که میخواد شب قدر را درک کنه باید به باطن هستی برسه، به میزانی که برسه. چجوری به باطن هستی میشه برسه آدم؟ با طهارت. شب قدر مثل ساعت کنکوره، مثل این که بگن که سر کنکور حواستو جمع کنی ها، همه آیندت به این ربط داره، درسته یا نه؟ آره یا نه؟ آره دیگه، درست شد؟ حالا من میتونم 1 سال درس نخونم برم یللی تللی و مسافرت و خوشگذرونی، بعد بگم ولی به ازای این 1 سال خوب سر کنکور حواسم رو جمع میکنم. معنا داره؟ خوب سر کنکور حواستو جمع میکنی که آنچه در 1 سال کسب کردی رو اونجا عرضه کنی. عین همین شب قدر. یعنی کسی نمیتونه بگه خب ما که فعلا ماه رجب و شعبان و اینا بریم سفر تایلند و اون وقتم کار مختلف رو انجام بدیم، غفلتمون رو برطرف نکنیم، یه دفعه شب قدر با زور پیازم که شده بریزیم تو چشممون 1 کیلو اشک بیاریم بیرون. دقت فرمودین؟ شب قدر را خدا گذاشته تو دهه آخر ماه رمضان. دقت فرمودین؟ که پشتش 20 روز ماه رمضان داشته باشه، قبلش 2 ماه مهم در خودسازی داشته باشه. اگر کسی میخواد شب قدر را درک کنه باید از الان شروع کنه. تازه دیر شده ولی خب اشکال نداره، میتونه شروع کنه. همونطور که شما مسافرت نمیرین مکه، کربلا، نمیدونم کجا، قم، برنامه هاتون رو سبک میکنین، متمرکز میشین تو امور چی؟ زیارت و معنویت دیگه، نه؟ توی نظام انسانی آدم در زمانهای خاص باید برنامه هاشو سبک کنه، بره یک سفر زیارتی.
سفری به سوی خدا. حداقل تو این زمانهایی که میگم، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، خصوصا دهه آخر ماه رمضان، ماه ذوالحجه دهه اولش، اینا رو باید آدم برنامه‌اشو کم کنه. نظام اسلامی باید تو این زمانها، تو این 4 ماه، 1 سال افراد میخواد با اینا رقم بخوره. اصلا به حساب 2 شرط‌های مادی هم که نگاه کنیم به سود نظامه. گفتین چرا؟ چون وقتی که کسی معنویت نداشته باشه هر کاری رو انجام میداد، رشوه میگیره، دزدی میکنه، کمکاری میکنه، چی انجام میده، هر کاری. این داستایوفسکی خودشم به نظرم ملحده، شاید هم مسیحی باشه، نمیدونم، نویسنده معروف روسی. یه جمله معروفی داره، جالب جملهش، میگه اگر خدا را حذف کنی هر کاری مجوز داره، یعنی هر کاری جایزه. خیلی این جمله قشنگ و حکیمانه است. خدا را حذف کن تمام کارها جایزه. بعد خب این اگر یک سرمایه گذاری انسانیه، بعد افراد تو ماه مبارک هم با ماهای دیگه فرق نداره، دهه ذوالحجه شون که اصلا رفته، هیچ، تا ساعت 4 سر کاره که میخواد توجه به خدا پیدا کنه. نظام اسلامی باید این زمانهای در سال را و روز 5 شنبه را ساعت کاریشو کم کنه، انشالله که بشه انشالله. پس یک سفر معنوی را باید شروع کنیم. اون ساعتی رو از برنامه هرچی ندارین، حالا فعلا برای دستگرمی 1/2 ساعت کم کنیم، 3 ربع کم کنیم. اون 3 ربع رو مثلا به تفکر، تأمل، خلوت، قرآن خوندن، مطالعه. چون وقتتون خیلی ارزشمنده میگم 3 ربع 1/2 ساعت، چون فیلم و سریال و بعد دیگه امور مهم دارین بعد انجام بدین، بنابراین 1/2 ساعت. اگر بیشتر میخواین آش بخورین کاسه بزرگتری را ببرین. اللهم صل على محمد و آل محمد.